آقا یه سری از این رفیقای نزدیک حاجی همون، یعنی رفیقای نزدیک حاجی که شما 6 میلیون و 200 رفیقای من این همه، یه 9 میلیون هم اون بر رفیقای من این که میگم روشون نمیشه رفاقتتون رو جلوی مردم بگین، نان فالوورا. حاجی هم برای خودش رفیق زیاد داره دیگه. به من دایرکت میگن که تو اگه حاجی رو بخوای اینجوری اذیت بکنی ما کلیه تو رو سوراخ میکنیم با نیمچه. حاجی برادر، حاجی اصلا با 8000 تا شوخی بکن بالا، حاجی برای خودش نشسته اصلا انگار نه انگار. مغز حاجی فقط دنبال دو چیزه، یک پول. فقط حاجی دنبال پوله. پول چیه؟ دنیای بیزنس. ها؟ پول دیگه دنیا. سامیار تو هم بیا تو قاب حاجی، تو هم پولدار میشی بعدن. بیا تو قاب. آقا من یه چیزی به زور شما بگم، حالا میگم ما با آرش. آقا اولا که میدونی که اسم حاجی رو من همینجوری یکی دو سال پیش هم دهنم پرید. مثلا حاجی کیه؟ حاجی کجاست؟ نه ولی من دوباره من الان گاز گرفت که بگو حاجی. من داداش خودم همیشه به آرش میگفتم باش حاجی، ای بابا میگفتم آرش بیام آمریکا لایف بذارم. این لایف بذارم لایف بذارم. یه خونه میگیرم 1500 دلار، 1500 دلارم میخورم، $1000 هم بنزین و بیمه ماشین و پیمنت ماشین میدم. پیمنت میشه قسط ماشین میدم. بعد حاجی گفت وایسان تو کلی؟ گفتم چرا حاجی؟ گفت تو این همه راه اومدی برای این؟ حالا الان این صحبت ها رو بگذاریم. حالا الان بعد من همیشه پیش خودم میگفتم حاجی برای چی داره کار میکنه آخه؟ آقا کار کردنش برای چیه آقا اینا؟ بعد ولی الان حاجی میفهمم که تو اگر دنیایی، بابا من پولدارای میشناسم حاجی، من رفیق پولدار زیاد دارم. من رفیقایی دارم که اصلا حاجی رو میخرن و آزاد میکنن، خودشم میدونه، خودشم رفیقای خودشم همه گردن کلفتن، ولی باور بکن حاجی از ما بیشتر کار میکنن خدایی. بعد از اون اصلا به خاطر پول کار نمیکنن. بعد حاجی یه چیزی هم من اینو به شما بگم، حالا من چون خودم پایین ترم میگم، تو وضعت که خوب میشه به یه سری چیزا تو زندگیت که میرسی اصلا داداش دیگه بهت حال نمیده. الان من دایرکت میگیرم چرا با ماشینات بیرون نمیری، نمیدونم چرا با اون ماشین سه چرخه این ور اون ور نمیری. داداش حال نمیده بعد یه مدت اصلا حال نمیده داداش. فقط این حال میده که بری صبح کار بکنی. چی کار بکنی؟ کار زیادم کارت بشه بهترین لذت زندگیت. اگه اون تونستی انجام بدی رسیدی آخر خط. میدونم تو رئیسی به خاطر این به تو حال میده. نه اصلا این حرف نیست. جدی شوخی داری میزنی؟ جدی دارم میگم. کار بشه باید بشه که بهترین لذت زندگی. اگه از کارت متنفری بهش فکر کن، مسیر اشتباه داره میری. بعضی موقع مجبوری مسیر اشتباه بریم، ولی فکر بهش بکن که وقتش اومد مسیر عوض کنی. اینا چون صبح که میخوای برید سر کار باید دیرت بشه که چون میگه خدا که زودتر میرسم اونجا. فرق نمیکنه کار میکنی، فرق نمیکنه صاحب کاری. اگه اون نقطه نرسی به اون جایی که اون که رویاهات هیچ وقت نخواهی رسید. از اولین قدم به اون رویا رسیدن همینه که با اون کاری که میکنی، با کاری که میکنی لذت میبری. ببین میگن تا خود آسمون هم میرسی بهش. اینا راست هم میگه حال بده، با کاری که میکنی حال بده. هم قلبتون توی هم مغزتون توی. اگه مغزت تو کار باشه زیاد نمیری جلو، اگه قلبت فقط باشه زیاد نمیری. من الان با این شرایط زندگیم واقعا نه قلبم توش هست نه کار، خسته شدم. ولی آقا بعد از گاهی حاجی صحبتایی میکنه به قرآن را. بعد یه چیزی که آرش داره من دارم سعی میکنم داشته باشم، صبر داره برادر. آقا صبری که این آدم داره مایگیریه.
ماهیگیری خوب صبر زیاده. میگه زندگی ماهیگیری، راست میگه دیگه. این اصلا میگم دیگه آقا یه صبر عجیب و غریبی داره، یعنی اصلا باورتون نمیشه. آقا دوستان الان از این بالای برای من با این یکی گوشیم داره میاد که تو چرا نمیگی لایو میری. برادر من چیز خاصی آقا صحبتی نمیخوام بکنم که اینو بذارم تو یوتیوب یا نه این لایو چی گفتی مثلا؟ سامیان حالا تو یه نصیحت بکن، بیا جلو، بیا جلو. نه مثل این تاکسی هست ایران میام وسط. نه یه دست بزن اینجا آرنج. نه میدونم آرنجت، دوتا آرنج بذار جلو. بیا جلوتر. خب نظر تو سامیار چیه در مورد زندگی؟ راجع به زندگی، هر هدفی که تو زندگی دارین غالبا دنبالش کنین، چون که خدا به جیبتون نگاه نمیکنه، به دلتون. این ایرانت آقا یه دقیقه این صحبت سامیار 3 ماه از ایران اومده یه حرفی زد که حاجی من فکر بکنم 90% رفیقای من که شما هست حرف سامیار رو موافق باشین. بگو که میگفتی هر جا میرفتم چون تو مکزیک بودم. آقا سامیار یه کاری کرد که به والله قسم اونی که ادعای لاتی میکنه فکر میکنه من لاتم، به جان قدیر جدا از شوخی نمیتونه این راهی که این اومد اینجا نشسته بیاد الان. آقا خیلی ساده است دیگه. ببین حالا ما که من و آجی که خودمون داشت اصلا ما آدم خوبی هستیم سامیار یا نه؟ اصلا نمیطوره. بازی در نه که سفر خط همینطوره. آدم خوبی هستیم یا نه؟ حقیقت بگو. آره. نه چقدر 0 تا 10 چندیم؟ دروغ نگو. منو بیشتر بگو. 9 خریم بذاره میگه 9. من مثلا نبودم بگو 6 مگه. از 5 گفتم. نه ولی حاجی به سامیار گفتم سامیار، آقا سامیارم عین مغزش اصلا مثل منه. برگشتم بودم سامیار به ایران نموندی دلیلش چی بوده اینا؟ گفت داداش دلم خوش نبود اونجا. میگو 1000 تا کارم کردم. چی کارا کردی سامیار بگو بدقه. با کلاس بازی در نیار دیگه، با خودت باش. آره من تو شرکت میتاکیش بودم، واردات شکلات و قهوه. اسم کمپانی ها رو نگو. اوکی. آره. توی بوتیک بودم، شرکت برق بودم، شرکت مخابرات بودم. چند سالته الان؟ 33. سامیار 33 ساله. 33 سالگی الان اومد پیش من حاجی. این آقا رو میخوام 5 سال دیگه شما نگاه بکنین. عقب‌تر بشین بذار تو رو ببینم خوب. دوربین رو نگاه میکنی؟ دوربین رو نگاه کن. حواسم بهش. آره. خیلی کار کرد رسید آمریکا. به من دایرکت داد، من دایرکتاشو ندیدم، به حاجی دایرکت داد، حاجی دایرکتش دید، اومد به حاجی گفت من آخر خطم. و واقعا هم راست گفت. بچه هارد ورکر، سخت کار، سخت کوش. حالا اینا رو ولش کن. میخوام یعنی بهتون بگم که این راهی که این آقا از آمریکا رسید اینجا، اگر 500,000 تا آدم رو بفرستی من بعید میدونم بتونم بیان. خواست و شد. آقا هفته دیگه یک شنبه از الان بهتون میگم این لایو همینجوری یهویی پشت فرمون گذاشتم. هفته دیگه یک شنبه لایو میذاریم. میخوام در مورد چگونگی زندگی هایی که در وقف های اوقافی هستن صحبت بکنم حاجی. اونو چی رو صحبت کنیم؟ مال وقف های اوقافی. آره مال چی رو صحبت کنیم بهتره؟ مال کدوم؟ مال اوقافی وقف ها؟ نه بعد من اون قبلی ها رو بگو بعد تا اوقافی رو بگو. اوکی. عکس اون دو دخترایی هم که حاجی همزمان اینا رو برعکس کردم بعدم پیدا میکنم میذارم. بعضی آدما فقط قربونش